خب سلام رفقا، وقتتون بخیر. خوش اومدید به جلسه دوم از آموزش کتابخونه نامپای در زبان برنامه نویسی پایتون. تو جلسه قبلی اومدیم توضیح دادیم که اصلا نامپای چیه، چه کاربردهایی داره، چه استفادهایی داره. توی این جلسه میخوایم در مورد دو تا مفهوم ویو و کپی صحبت کنیم. کاربردش کجاه؟ ببینید، کاربردش اینجا نیست که شما بیایید کد نویسی کنید و بگید برای من یک ویو بساز یا برای من یک کپی بساز. کاربردش جاییه که شما باید تشخیص بدید که الان این کد که داره کار میکنه داره بر پایه ویو کار میکنه یا بر پایه کپی کار میکنه و اینجوری بتونید طوری کار انجام بدید که آرایه اصلیتون تغییر نکنه. حالا بریم داخل کدها بیشتر براتون توضیح میدم. کپی یعنی چی؟ کپی یعنی این که شما بیایی یک آرایه از روی آرایه بیس و پایت بسازی، اما این آرایه‌ای که ساختی کاملا مستقل باشه. یعنی اینکه لحظه‌ای که ساختیش اومدی اعداد و فرم و شکل آرایه بیس و پایه رو داخلش ریختی، اما یه چیز کاملا مستقله، شبیه اون هست ولی مستقله. یعنی اگه بیای تغییری روش اعمال کنی روی آرایه بیس و پایه، هیچ تغییری اعمال نمیشه. میگه ما در مرحله اول شبیه هم بودیم اما از هم جداییم، با هم تفاوت داریم و اگر تو بیای روی کپی تغییراتی اعمال کنی دیگه روی من اعمال نمیشه. مثل زمانی میمونه که شما از یه برگه 2 تا کپی میگیری، 2 تا کپی برگه امتحانی میگیری میدی به 2 تا دانش آموز. در لحظه اول سوالات کاملا شبیه همه، اما اینکه دانش آموزا چی تو برگه بنویسن دیگه کاملا مستقله. اما ویوی مثل چیه؟ مثل اینه که شما میای و یه متنی رو پای تابلو مینویسی و 2 نفر همزمان دارن به تابلو نگاه میکنن. اگر یک تغییری شما روی تابلو اعمال کنی، همزمان 2 نفر 2 چیز متفاوت میبینن. یعنی 2 نفر یه دید دارن، یه ویو دارن. خود کلمه ویو هم معنیش میشه منظره و دید و دیدگاه و همین چیزا دیگه. آره، اینجور چیزایی. وقتی شما یه تغییر روی تخته، روی متن روی تخته بدی، همزمان 2 نفر با هم تغییرات رو میبینن. اما وقتی کپی میگیری، خب یه نفر توی برگه خودش یه کلمه رو خط بزنه، کلمه دیگه بنویسه، روی برگه نفر اول تغییر ایجاد نمیشه. بریم داخل کدها. قبل اینکه بریم داخل کدها بگم که یکم ویدیو با تأخیر میاد این روزا، واقعا انگیزه کار کردن نیست. متوجه میدونید که توی چه روزایی هستیم و یکم انگیزه کار کردن پایینه واقعا و به خاطر همینه. شرایط مثل شرایطی که توی پاییز ما هفته 2 تا 3 تا ویدیو میذاشتیم اصلا نیست. یه چند ماهی هم که کلا همه چیز رو هوا بود و یکم شرایط هم کسل کننده است، هم باعث بیانگیزگی میشه. به خاطر همینه یکم دیرتر ویدیو میذارم اما سعی میکنم درستش کنم. بریم روی کدها توضیح بدیم. بیایم در مورد کپی صحبت کنیم. خب طبق معمول برای کار کردن با نامپای، من نامپای رو ایمپورت میکنم با نام np. توی جلسه قبلی گفتیم دلیلش چیه. و یه آرایه دارم. آرایه هم اسمش رو میذارم np.array. میگم با نامپای برای من یه اری بساز از اعداد 1 2 3 4 5 و حالا میگم که x از اری برای من یه کپی بگیر. پس من اینجا 2 تا آرایه داشتم. یه آرایه اری بود، یه دونه x بود. درسته؟ بذار من اینو تبدیل کنم به a، اینو تبدیل کنم به b، اینجوری. چقدر این بده. و به همین شکل میگم که A برای من NP array بساز از اعداد 1 2 3 4 5 و B چیه؟ B بیا برای من از A یک کپی بگیر. حالا داخل A بیا ایندکس 0 رو برای من تبدیل کن به عدد 42. ایندکس 0 1 بود، میگم تبدیلش کن به 42. حالا میگم A رو برای من پرینت کن و B رو برای من پرینت کن. من A رو تغییر دادم. زمانی که تغییر دادم، وقتی پرینت گرفتم، آرایه A تبدیل شد به 42 2 3 4 5.
اما آرایه B 1 و 2 و 3 و 4 و 5 موند. یعنی A و B اول شبیه به هم بودن اما بعدش مستقل بودن. برای اینکه بهتر توضیح بدیم بیام یه پرینت از B اینجا بذارم و اینجا هم بگم که B0 رو تبدیل به 42 کن. یه اجرای دیگه بگیرم. ببینید الان بذار پرینت A رو هم بذارم. بذارید پرینت A رو هم بذارم. حالا ببینید من A رو ساختم. گفتم NP array بزن از 1 2 3 4 5 و B هم از A یک کپی بگیر. A رو برای من پرینت کن. 1 2 3 4 5. B رو برای من پرینت کن. 1 2 3 4 5. کاملا شبیه به هم در مرحله اول. حالا میگم B0 رو برای من تبدیل به 42 کن. یعنی جای 1 42 بذار. حالا A رو برای من پرینت کن. 1 2 3 4 5. A تغییری نکرد. B رو برای من پرینت کن. 42 2 3 4 5. B رو تغییر دادم اما A هیچ تغییری روش انجام نشد. پس با اینکه در مرحله اول هم A هم B کاملا شبیه به هم بودن اما وقتی روی B تغییراتی اعمال کردیم و روی A تغییراتی اعمال کردیم روی آرایه دیگه تغییری اعمال نشد. یعنی که دو تا شیء کاملا مستقلن. این مفهوم کپی. بیام دوباره همینو بزنم و دوباره بگم B برابر با a.view. این دفعه با view کار میکنم و a b این x هم بذاریم b و اینجا. خب حالا من میگم که آرایه A هم یه NP array بساز از 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و B هم بیا از A یه view به من بده. یعنی A رو یه قسم به من نمایش بده. یه منظره یه دید به من بده. A رو برام پرینت کن. B رو برام پرینت کن و حالا بیا B0 رو تبدیل به 31 کن و دوباره A رو برام پرینت کن و B رو برام پرینت کن. پرینت بگیرم. اینجوری شد. A رو که برای من موسم چرا از کار افتاد. A رو که برای من پرینت کرد. 1 2 3 4 5. B هم که ویوی همونه. 1 2 3 4 5. حالا B0 رو من تغییر دادم. تبدیل به 31 کردم. حالا میگم A رو پرینت کن B رو پرینت کن. هر دو رو با هم تغییر داد. یعنی تغییری که من روی B اعمال کردم همون تغییر هم روی A اعمال شد. و اگر بگم حالا A 1 رو برای من برابر 42 قرار بده دوباره هم A تغییر کرد هم B با هم. این یعنی این که B یه آرایه مستقل نیست. یه منظره از ویوه و یه منظره از A. یه ویو از A. یه دیده. یه بخشی داره به شما نمایش میده و اگر شما تغییری روی این شکل نمایش دادن ایجاد کنی روی آرایه A که بیس و پایه هم بود اعمال میشه یا اگه خود آرایه بیس و پایه رو دستکاری کنید روی B هم اعمال میشه. یه چیز مستقل نساختید اما توی کپی کاملا یه آرایه مستقل میساختید با اینکه در مرحله اول شبیه به هم بوده. و بیایم یه توضیح بدیم کلمه بیس. اینجوری بهتون بگم که من الان میگم که A برابر NP array 1 2 3 4 5 و میگم که B از A یه کپی بگیر و در C از A یه ویو بگیر و حالا بیا بیس و پایه B رو برام تایپ کن. بیس و پایه C رو برام تایپ کن. چی گفتم؟ یه پرینت A هم من بذارم. اینجوری. خب آرایه A 1 2 3 4 5 آرایه B از A یه کپی بگیر. آرایه C از A یه ویو بگیر. بیس پرینت B دات بیس. بیس B رو به من نشون بده. بیس C رو به من نشون بده. وقتی اجرا کنم چی میگه به من؟ میگه A رو برات پرینت کردم. 1 2 3 4 5. حالا از B بهت یه بیس میدم. ناون.
میگه که بی بیس نداره. اگه حواستون باشه بی کپیه. داره چی میگه؟ میگه بی بیس و پایه نداره. چرا بیس و پایه نداره؟ چون یه شی مستقله و خودش بیس و پایه است. چون خودش یک چیز بیس و پایه است، پس بیس و پایه ای نداره که من برای تو پرینت کنم، نه اون میذارم. اما در مورد سی چی؟ سی یه شیء مستقل نیست و یه ویو از A و بیس و پایش چیه؟ همون آرایه A. پس در مورد یک آرایه کپی شده وقتی از من بیس بخوای، من بیس و پایه بد نمیدم، چون آرایه کپی شده یه شیء مستقله و خودش بیس و پایه است. اما در مورد یه آرایه‌ای که ویو هستش، اگه از من بیس و پایش رو بخوای، من میام اون آرایه‌ای رو برات برمیگردونم که بیس و پایش بوده، چون خودش مستقل نیست. حالا گفتیم که مثلا شما توی پایتون اصلا به کار نمیاد که بزنید a.view یه ویو از a برای من بساز. حالا کپی بعضی وقتا به کار میاد، میگه یه کپی از این برای من بگیر، اما ویو به کار نمیاد. پس کاربرد اصلی ویو کجاه؟ کاربرد اصلی ویو در مکانهایی که خود پایتون داره باهاش کار میکنه و شما باید بدونید این دستوری که دارید استفاده میکنید داره با ویو کار میکنه یا با کپی کار میکنه. چرا باید بدونید؟ دلیلش اینه: اگر دستوری که شما دارید انجام میدید داره با کپی کار میکنه، یادتون میمونه که اگر تغییری اعمال کنید روی آرایه پای اعمال نمیشه. اما اگر دستوری که دارید انجام میدید داره با ویو کار میکنه، پس یادتون باشه که تغییری اعمال کردید آرایه اصلی و بیس رو هم تغییر میدید. یه جاهای آرایه اصلی و بیس شما نباید به هیچ عنوان دستکاری بشه، پس باید حواستون باشه که دستورتون داره با ویو کار میکنه یا با کپی. دستور مثلا چیه؟ اینجا توی کد راحت تر میشه توضیح داد. از A من یه اری ساختم، 1 2 3 4 5 و بهش میگم که B چیه اینجا؟ میگم B اسلایسیه از A از 1 تا 4، یعنی ایندکس 1 که میشه 2، ایندکس 3، ایندکس 1، ایندکس 2، ایندکس 3، خود ایندکس 4 هم که گفتیم نمایش نمیده. پس من A آرایه‌ای بود به این شکل و B میشه اسلایس این قسمت 2 3 و 4. حالا میگم B0 رو برام تبدیل به 100 کن، B رو پرینت کن، بیس B رو هم پرینت کن، بیا یه پرینت از A بده، یه پرینت از A بیس بده. اگه اینجا بگم یه پرینت هم از A دوباره بده، یکم گیج کننده است، دقت کنید متوجه میشید چی میگم. چی شد؟ آرایه A رو برای من ساخت، 1 2 3 4 و آرایه B رو هم اینجا یه پرینت B رو هم برای من ساخت، A از 1 تا 4. حالا وقتی میگم B رو برای من پرینت کن، چون B0 رو من دستکاری کردم، یه پرینت B بدم کامل تر مشخص بشه. و برای اینکه من یه تفاوت بذارم اینجا از این گیج کنندگی درات، میگم که چند تا هشتگ هم اینجا برامون انجام بده، بنویسم. A رو برای من ساخت، 1 2 3 4. A رو پرینت کرد، 1 2 3 4 5. این A. میگم که B رو بساز، از A 1 تا 4 رو بده و B رو پرینت کن. B شد 2 3 4. ایندکس های 2 3 و 4 رو داد. این ایندکس 1، این ایندکس 2، این ایندکس 3، خود ایندکس 4 هم تایپ نمیشه. حالا میگم بیا B0 رو برام تبدیل کن به 100. B0 رو تبدیل به 100 کردی، B رو پرینت کن، B بیس رو هم پرینت کن. B رو پرینت کرد 100 3 4، 2 رو تغییر داد. بیس B رو هم برام پرینت کن. بیس B شد 1 100 3 4 5. مگه بیس B A نبود؟ چرا 2 تبدیل به 100 شد؟ مشکل همینجاست.
دستور اسلایس کردن داره با ویو کار میکنه و وقتی شما یه تغییر در B اعمال کردی سریعا رفت و A رو هم خودش تغییر داد. همینطور که من وقتی میگم A رو مجدد برام تایپ کن 1 صد 3 4 5 میده و به هم میگه که A هم بیس نداره، یعنی خودش پای است. پس دستور اسلایس کردن داره با ویو کار میکنه و وقتی شما با این دستور میاد یک اسلایس از آرایه جدا میکنید، فکر کنید با این دستور یه اسلایس از آرایه اصلیتون جدا کردید، یه تغییر روش دادید و تمام آرایه اصلی تغییر کرد. آرایه اصلی رو ناخواسته تغییر دادید و کل کدها به هم ریخت. شما یه اسلایس جدا کرده بودید برای یه کار دیگه، اما نمیدونستید که این دستور اسلایس با کپی کار نمیکنه، با ویو کار میکنه و اومدید آرایه اصلی رو هم تغییر دادید. اما حالا اگه بیایم و ایندکس بندی کنیم به جای اسلایس گذاری، چی بگیم؟ بگیم که A یه اری داریم 1 2 3 4 5، اینو تبدیل به یه اری کردیم. حالا اینجا من میگم A رو برای من پرینت کن A، همون کد بالایی، و B رو هم برای من بساز. B رو چجوری بساز؟ A رو بیار ایندکس های 1 و 2 و 3 رو دقیق وردار. دیگه دستور اسلایسینگ نمیدم، دستور ایندکسینگ دارم میدم، یعنی بیا اینا رو برای من وردار. و اگر بگم B رو پرینت کن، اگر بگم B رو پرینت کن و بعد B رو تغییر بده، دوباره B رو پرینت کن، بیس B رو بده و A رو پرینت کن، بیس A رو بده. این دستور رو اگه من اجرا کنم، ببینید A رو برای من پرینت کرد 1 2 3 4 5. B رو هم گفتم ایندکس های 1 و 2 و 3 رو مستقیم از A بردار. B رو هم پرینت کن 2 و 3 و 4. حالا میگم B0 رو تبدیل به 100 کن و B رو پرینت کن 100 3 4. بیس B رو به من بده. میگه بیس نداره B، چون شما اینجا یه کپی گرفتی با این دستور و B شیء مستقله. همچنین وقتی دوباره میگم A رو پرینت کن، میگه 1 2 3 4 5 آرایه اصلی رو داد بدون تغییر. و وقتی میگم بیس A رو بده، میگه A بیس نداره، A خودش بیس و پایه است و یه شیء مستقله. تفاوت در اینجاه. شناخت ویو و شناخت کپی در اینجا به شما کار میکنه که ما کجا دستوراتمون دارن از ویو استفاده میکنن، کجا دستوراتمون دارن از کپی استفاده میکنن، که اگه احیانا همچین کدی زدید، اسلایسینگ دادید و بعد رفتید توی اون اسلایس یه چیزی رو تغییر دادید، متوجه بشید که آرایه اصلی شما هم تغییر کرد، در حالی که ممکنه شما نخواهید آرایه اصلی رو تغییر بدید. در این جور موارد دستور ایندکسینگ باید بدید. این دستور با کپی کار میکنه، یا مثلا بنویسید a.copy، ولی همیشه نمیاید a.copy بزنید دیگه، چون کل آرایه رو کپی میکنه، یه بخشی رو نیاز دارید. اگه نیاز دارید که یه بخشی رو داشته باشید بدون اینکه تغییر دادن روش بیاد آرایه اصلی رو تغییر بده، باید ایندکسینگ بزنید. این میشه تفاوت کپی و ویو در عمل. یکم پیچیده بود، اما خب سعی کردم تا حد امکان توضیحش بدم. خیلی ممنون که با این جلسه همراه بودید. سعی میکنم جلسات بعدی رو زودتر براتون رکورد کنن، هرچند واقعا این روزا نمیدونیم تا چند روز دیگه اینترنت داریم و اصلا میتونیم یوتیوب ببینیم. و همین، خدا نگهدارتون.